تصور کنید کشوری در قلب اروپا وجود داره که هم طبیعت جادویی داره، هم تاریخ پر از افسانه و هم زنانی که زیبایی و وقارشون در دنیا معروفه. جایی که مردمش نه رو با تکون دادن سر به نشانه بله میگن. از سواحل درخشان دریای سیاه تا مراسم باستانی و آداب عجیب. اینجا بلغارستانه. کشوری که کمتر میشناسیم ولی قطعاً ارزش شناختن داره. در این ویدیو قراره با هم سفری داشته باشیم به دل این کشور متفاوت و هیجان انگیز. بلغارستان در جنوب شرقی اروپا است. شمالش به رومانی، جنوبش به یونان و ترکیه، غربش به صربستان و مقدونیه و شرقش به دریای سیاه میرسه. پایتختش سوفیه یکی از قدیمی‌ترین شهرهای اروپا با بیش از 7000 سال قدمته. مساحت کشور حدود 110,000 کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 7 میلیون نفر داره. آب و هوای بلغارستان متنوع و معتدله، از کوههای سرد و برفی گرفته تا سواحل گرم و آفتابی. یکی از جالب‌ترین تفاوت‌های بلغاری‌ها با بقیه مردم دنیا نحوه تکون دادن سر برای بله و نه. وقتی میخوام بگم بله، سرشون به طرفین تکون میدن و برای نه سرشون رو بالا پایین. در جشن سنتی بابا مارتا که اول مارس برگزار میشه، مردم دستبندهای سفید و قرمز به هم هدیه میدن. و از همه عجیب‌تر، جشنواره کوکری. مردان با لباسهای عجیب ماسک‌های ترسناک میپوشن و با رقص و صدای ناقوس ارواح شیطانی رو فراری میدن. بلغارستان پر از جاهای دیدنی که شاید اصلاً درباره‌شون نشنیده باشید. سومه ریلا با معماری رنگارنگ و موقعیتش در دل کوهستان یکی از زیباترین مکان‌های مذهبی اروپایی. در ارتفاعات کوه ریلا 7 دریاچه کوهستانی مثل تکه‌هایی از آسمون روی زمین پخش شدن. شهر تاریخی نسبار با خیابون‌های سنگیش در کنار ساحل دریای سیاه حس سفر در زمان رو القا می‌کنه. و اگه دنبال ساحل هستی، شهرهای وارنا و بورگاس با کافه‌های شیک و سواحل طلایی انتخاب تو هستند. زنان بلغاری ترکیبی از زیبایی طبیعی، اصالت فرهنگی و هوش اجتماعی هستند. چشم‌های روشن، چهره استخوانی و لباس‌های سنتیشون تصویرهای ماندگار می‌سازه. اما چیزی که اونها رو خاص می‌کنه قدرت وقارشون در کنار سادگی و مهربونیه. بلغارستان افتخارات زیادی در ورزش و هنر داره. خریستو یا هریستو استوچوکوف، اسطوره فوتبال بلغارستان در دهه 90 یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های اروپا بود. زنانی که آوازهای سنتی بلغاری رو با چند صدایی خاص میخونن، میراث زنده موسیقایی جهان هستند و در ورزش‌هایی مثل کشتی و وزنه‌برداری بلغارها همیشه نامی برای گفتن داشتند. خب دوستان، امیدوارم که تا اینجای ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. رئیس جمهور بلغارستان الان رومن رادوفه، یک خلبان سابق که وارد سیاست شد. بلغارستان جمهوری و سیستم سیاسیش ترکیبی از ریاست جمهوری نخست وزیریه. چالش‌هایی مثل مهاجرت، جمعیت کم و اقتصاد داره، ولی از طرف دیگه منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایش خیلی مهمه، مخصوصا برای اروپا و روسیه. مهمترین صادرات بلغارستان اساس گل روزه. همچنین شراب از اقلام مهم صادراتی بلغارستانه. بلغارستان 4مین صادرکننده شراب در جهانه. بیشتر کشورها توی تاریخ چند بار اسمشون عوض شده. حتی کشورهای بزرگ مثل ایران، ترکیه، روسیه. اما بلغارستان تنها کشور اروپایی که از روزی که تأسیس شده تا الان اسمش همون مونده، بلغارستان. بلغارستان کشوری که در دل اروپا پنهون مونده، اما وقتی بشناسیش عاشقش میشی. از فرهنگ و تاریخ گرفته تا مردم و مناظر طبیعی، همه چیزش خاص و متفاوته.
اگه از این ویدیو لذت بردی حتما لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا سفرهای بعدیمون جا نمونی. راستی کدوم بخش از بلغارستان بیشتر براتون جذاب بود؟ لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین که منتظرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.